آوانامه ارائه می دهد. شازده کوچولو. اثر آنتوان دو سنت اگزوپری. ترجمه مدیا کاشیگر. کارگردان آرمان سلطانزاده. با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس. با صدای بهنوش فرهودی، آرمان سلطانزاده، مریم پاکزاد، کامیار محبی، امید تقوی، میلاد فتوحی، سامان قلیچخانی، حامد حشمتی، فریاد موسویان، آیلار لبی، محسن زرابادی پور، بهروز طالبی و گروهی از گویندگان. شش سالم بود که یک روز در کتابی درباره جنگل‌های گرمسیری به اسم سرگذشت‌های واقعی چشمم تصویر زیبایی افتاد که یک مار بوآ را در حال خوردن یک جانور درنده نشان می‌داد. این همان تصویر است. در کتاب نوشته بود مارهای بوآ شکارشان را درست قورت می‌دهند بی آنکه آن را بجوند. سپس توان تکان خوردن ندارند و 6 ماهی که گوارش شکار طول می‌کشد می‌خوابند. پس من هم نشستم و مدت زیادی راجع به ماجراهای جنگل فکر کردم و بعد اولین طراحی‌ام را با مداد رنگی کشیدم. شاهکارم را به آدم بزرگ‌ها نشان دادم و ازشان پرسیدم آیا از آنچه کشیده‌ام نمی‌ترسند؟ به هم پاسخ دادند چرا باید از کلاه ترسی؟ اما من کلاه نکشیده بودم، یک مار بوآ کشیده بودم که در حال گوارش یک فیل بود. پس داخل شکم بوآ را هم کشیدم تا آدم بزرگ‌ها متوجه قضیه بشوند. باید همیشه همه چیز را به آدم بزرگ‌ها توضیح داد. طراحی شماره 2 من این شکلی بود. آدم بزرگ‌ها نصیحتم کردند طراحی مارهای بوآی باز و بسته را کنار بگذارم و جغرافیا و حساب و دستور زبان بیشتر بخوانم. من هم در 6 سالگی حرفه زیبای طراحی را کنار گذاشتم، چون هم طراحی شماره 1 هم شکست خورده بود و هم طراحی شماره 2 هم. آدم بزرگ‌ها هیچ وقت نمی‌توانند تنهایی از چیزی سر در بیاورند و بچه‌ها هم نمی‌توانند همیشه همه چیز را برایشان توضیح بدهند. ناچار شدم شغل دیگری انتخاب کنم و خلبانی هواپیما یاد گرفتم. کم و بیش به همه جاهای دنیا پرواز کردم و راستش جغرافیا خیلی به دردم خورده است. می توانم با همان نگاه اول چین را از آریزونا تشخیص بدهم. برای آدمی که راهش را در شب گم کرده جغرافیا خیلی مفید است. در زندگیم با آدم‌های جدی خیلی زیادی برخورده‌ام و با آدم بزرگ‌های زیادی زندگی کردم. از نزدیک با آنها بودم، اما عقیده‌ام درباره‌شان عوض نشده است. طراحی شماره 1 هم را هنوز دارم و هر وقت آدم بزرگی را دیدم که به نظرم کمی چیز فهم می آمده او را با این طراحی آزمایش کردم تا بدانم آن را میفهمد یا نه. اما پاسخی که همیشه شنیدم این بوده که کلاه است. پس من هم نه از مارهای بوآ حرف زدم، نه از جنگل‌های گرمسیری و نه از ستاره‌ها. خودم را هم تراز خودش کردم و از بازی بریج و گلف و سیاست و کراوات گفتم و آن آدم بزرگ هم خوشحال شده که با آدمی عاقل
آشنا شده است.